سلام. امروز 14 تیر ماه 1403 کتاب یک عصر روحانی برای هر روز. هنگامی که زندگی ما در بهبودی وسیع‌تر می شود، توجه ذهن مشکوک ما به جهات مختلف کشیده می شود. ما زندگی در NA را داریم و آن را با زندگی کاری، مدرسه، خانه و خانواده و غیره متعادل می کنیم. در صدر همه اینها اکنون ما قادریم با نتایج مصرف خود روبرو شویم. بهبود سلامتمان، زندگی به امور حقوقی و جبران خسارات. و خیلی از ما هم علایق و اهدافی را دنبال می کنیم که برایمان شعف و شادی می آورند. از طریق به کارگیری ابزار برنامه NA که شامل دعا و مراقبه است، ما می توانیم تعادل قابل کنترلی بین موارد بالا برقرار کنیم. ما تا آنجا که ممکن است مانند یک انسان بر اساس اصول روحانی زندگی می کنیم. ما بیشتر اوقات از ته قلب خود سپاسگزاریم. پس چه چیز می تواند اشتباه باشد؟ گاهی اوقات یک رویداد واقعی تغییر دهنده زندگی ما را از تعادل خارج می کند، یا ممکن است ما اشتباهی مرتکب شویم و نتوانیم از عواقب آن فرار کنیم، و یا چیزی را که به سختی برایش کار کرده و خود را مستحق آن می‌دانستیم به دست نمی‌آوریم. مواقع دیگر اگر فقط یک لیوان آب بریزیم، می‌خواهیم لیوان را بشکنیم و خود را در آب غرق کنیم. جستجوی تعادل هم از نظر زندگی درونی و هم از نظر نحوه گذراندن وقتمان یک طریق مداوم است. وقتی در برابر اشتباهاتمان عکس‌العمل افراطی از خود نشان می‌دهیم و یا مواردی که خارج از کنترل ما هستند ما را فرسوده می کنند، در واقع در مقابل بیماری ما آسیب پذیر می شویم، فقط برای اینکه ما پاک هستیم و حالمان خوب است. معنایش این نیست که زندگی دائما بهتر و بهتر می شود و شکستی وجود ندارد. ما در عین حال که مراقب و هوشیاریم، اما نمی توانیم برای هر چیزی آمادگی داشته باشیم. اگر ما برنامه را اساسی و مداوم در زندگی خود اجرا کنیم، وقتی زندگی آن روی خود را نشان می‌دهد، ما اصول روحانی، روابط و نیروی برتری داریم تا به آنها تکیه کنیم. زندگی غیر قابل پیش بینی است و می‌تواند پر هرج و مرج باشد. وقتی در میان این همه هرج و مرج به دنبال تعادل هستیم، می‌توانیم پاک بمانیم و به جلو پیش برویم. من می‌توانم متعهد شوم که تعادل را در همه زمینه‌های زندگی خود دنبال کنم، اما برای بهبودی من به همان اندازه حیاتی است که هرج و مرج زندگی را بپذیرم بدون اینکه چیزی به آن اضافه کنم. ممنون.